سلام و درود دوستو. بار دیگر برای شما راهور میکنم از همین لبلوبه برای چوروا، برای گو و مال. کسی که خریدار باشد از سر زمین کنده قد راه آورده نزدی چورکوچگی سامانیان کیلوش 2 سامان میگویم و در سر زمین برگشت قطعی 1 سامان 20 درم. کسی که خریدار باشد میتونه رفته در سر زمین خریدم میشده. در اینجا هم خرید، اینجا از سر کوچه با آوردگی 2 سامان کیلوش. رقماش در روی اکران میگذارم دوستان، میگافون چند رقم، چون که ما رقم گذاشتیم و بعضا وقت کار نمیکرد، خیلی مردم شکایت کرد با 1-2 رقم دیگر اضافه میکنیم در همین برای فروشی چکنه و اپتوم میمونم این لبلوبه برای گو مال ها دوستان. انشالله زنگ میزنید و خریداری میکنید. قرار دارد در ناحیه مسجد، جماعت مسجد، اساسات خواجگی دهخانی سامانیان به گفتی بعضی که اورژانکزی پیشینه باز سامانیان شده است نزدی همین کانال تاجیکستان که آب میگذارد که در همینجا قرار دارد نزدی بینه سرخ ارنتیر ما بینه سرخ. من اکو میتونید اومده خریداری کنید. من با احمد جانم اگر ندانید که آدرس تو میتونید شو احمد ها کسی خریدار برات حتما آدرس که اکای فریدون خراب و میفروشن همین لبلبه ها را. همه که خربوزه غفار رکلام میکردم چی هر بار چیزی گویم در نوگی زبونم خربوزه میاد. مردم زرافشان خیلی ما میگید که تو کیف خربوزه دیگه نزد غفار رکلام میری. اگر من بعد رکلام ما فقط لبلبه میشه دوستو. کسی لبلبه خر باشد تلفن ها برای تماس 93 700 68 و اینچنین 02 میگافون این 02 880 68 تا زنگ زنید و خریداری کنید برای گو مالتون. روز که شیرش خیلی بلوزن میشه و اینچنین از 3 تا 5 لیتر انشالله زیاد میشه شیر گواتون. دوستو کسی که خریدار هست یا که نمی خریدم ویدیو رو پدیلیت سکنید با یار دوستان چوروادارتون که همه خیلی کفته ایستاده باشن اگر حتما زنگ زنن. تخم اینه گفتی خیشه ازبک ارغنه تاشکنده آب که گمز دوستلا تخمش از تاشکن آوردگی است. این خیلی تخم نادر است، خیلی با حجم بزرگ است، از 3 کیلو تا 12 کیلو وزن دارد دوستو. خیلی گپ به درازا نمیکشیم باقی سربلند خانواده باشه. ایلین دهقان هم فروشد و خریدار هر چه زودتر یافته من این لبلبه برای گو مالش ذخیره کنه. برای زمستان خیلی خوب است.